من نمیدونم چرا بعضی انقدر سخت میگیرن نطخونی رو و انقدر میترسن ازش. پروژه بر ندارین دیگه، توی یه روز قرار نیست همه این نوتا رو یاد بگیرین. میخوایم اولش از 2 نوت شروع کنیم. اینجا 5 خط داریم. نوت اولمون میشه روی خط اول، این شکلی اسمش هم میشه نوت می. این می رو هر موقع دیدیم میخوایم روی خرک اول سیمهای سفیدمون اجرا کنیم. یعنی هر موقع اینو دیدیم میخوایم مزرا رو برداریم یه دونه روی می اجرا کنیم. نوت بعدیمون میشه بین خط اول و دوم، میشه نوت فا و اینو هم میخوایم روی خرک دوممون اجرا کنیم. یعنی هر موقع فا رو دیدیم اینجا میزنیم. میخوایم با این 2 نوت تمرین درست کنیم خودمون. خودتون هم میتونین اینو انجام بدین، خیلی راحت و سریع اینا دستتون راه میفته توش. رندوم بنویسیم نوتا رو و اولش میخوایم بخونیم. اول میگیم که این که روی خط بود می، اینی که بین خط اول و دوم بود فا، دوباره بین خط اول و دوم فا، روی خط اول می، روی خط اول می، بین خط اول و دوم فا. بعد که تونستیم خوب بخونیم، سریع بخونیم، قشنگ برامون جا افتاد، می فا فا می می فا. اینو میخوایم بریم روی سازمون اجرا کنیم. یعنی همزمان اینو میبینیم و اینجا هم اجرا میکنیم. میشه می، بعدیش فا، دوباره فا، بعدیش می، اینجا می و آخریش هم فا.